ممنونم از کریمی که نوین ایرانا بابت معجزه‌ای که رو سر من انجام داد. ایشالله هفته دیگه شیرینی دامادیمو میارم. تو این مدت من هر چی رفیق کچل داشتم همه رو زدم بلاک کردم. حتی اونایی که اینور اونور برمی داشتن اینجا رو شینبل میکردن اونا رو هم بلاک کردم چون اصلا به من نمیخورن. من یه آدم جنتلمن واقعی ام خانوما. میشه من یکی دیگه بردارم؟ شما نه، شما همون یه دونه بستتونه. شما میتونی 4 تا برداری. ممنونم. هفته دیگه هم تشریف بیارید برای مزو و پی آر پی. حتما با خانومم تشریف میارم. خب این جفهش چه جور جفهش آوردی؟ اول اینکه تاس کلا 6 تا داره. دوم یک دانه تاسه. تو چه جور جف آوردی؟ شانس استگم مشتی با چی بیچی بیزی بیدم. شانس استگم. خب یک شانس نشونت بدم بیزی. چرا جواب نمیدم نه چو؟ معلوم نی اینا کارگره من کارگر اینا. برو داداش این مار مگه از مار برن به بالای نیشت مزنم بعد بیای و تا راهنماشو بخون مار قرمزا نیش نداره. اصلا با تو بیزی نمونم. نگاه کوی شعبانی ول کدگه چند پری تو بازشت بلگ لیست 36 بار زنگ بزن. اگه سابکارم نبی بلگ لیست کارت سرشانش بزنیم. هنوز که کارم دستش گیره. چندی بدم می ازش اصلا یک آدم میدونی یک آدم بسیار گل است. خیلی هم نخاره. تو غلط کردی اگه نخار قیافته. تمام که داشتی بعدش میگفتی 100 بار گفتم آقای شعبانی تاج سرماست. اینجور که تو بزنید سرت مطمئنم دو پوی سرماست. آقای شعبانی ببخشه. آقای شعبانی به حضرت عباس داشتم تعریف می‌کردم. غلط کردید پشت دیوار بودم داشتم میشنیدم. منو بلاک میکنی؟ نه به خود یک دختری بی نه 38 تا میسکال منو جواب نمیدی؟ 36 تا چیز زیادش مینی. اصلا آقای شعبانی ما اشتباه کرده. نه ما غلط کرده. خب بخوردی باقیش همین رو فعلا می‌خوام. باشید برید گمشید بیرون. آقای شعبانی باشید برید گمشید بیرون. آقای شعبانی به خدا باشید برید گمشید بیرون. بلند شو اخبار گم با جفتتونم گمشید برید بیرون. آقای شعبانی یک فرصت دیگه فقط بده. یه شرطی داره. من یه هفته دیگه عروسیمه. نامزدم 2 تا شرط گذاشته بود. یکی این که برم موهامو درست کنم که رفتم کاشتم. یکی دیگه گذاشته میگه تو یه هفته باید 50 کیلو لاغر کنی. میفهمید؟ منم حوصله رژیم و لاغری و این چیزا رو ندارم. یه پسر گدنگ اومده یه دارو اختراع کرده که تو یه هفته اگه من بخورم 50 کیلو لاغر میشم. منم اومدم بهش زنگ زدم گفتم قراره 2 تا کویتی پولدار بیان این دارو رو ازت بخرن قیمت خیلی بالا. کاری که قراره بکنیم چیه؟ اینکه شما 2 تا خودتون جای اون کویتی‌ها جا بزنید، برید این محلول رو بدزدید، بیارید واسه من. حله؟ وقت جمع کنیم میموندم بریم دزدی کنیم. پس پاشید گمشید برید بیرون. پاشید خوش گذشت. الفكرة ان انتو بوشين عاملين رجولة وانتم تابين ليه عايزين تشوفوني حزين مستنطرين الضحك عليا انسوني زي ما بنساكوا انا مش عايز افضل وياكوا اسفل میتونم یه سوال شخصی ازتون بپرسم؟ میتونی بپرس. میخوام ببینم سرمایه شیختون از کجا تامین میشه؟ یعنی قرار پولی که به من بده از کجاست؟ میگه که شما سرمایه‌ت از کجاست؟ پولی که میخوای بهش بدی از کجا میاد؟ یرگی مچو تو مترجم مویی چه این بلبل فارسی حرف میزی عربی صحبت کن. داشت چندون نمیتونم عربی صحبت کنم بعدش مثلا ما عربی صحبت کنم. خب تو حالت مرا نه انا خامس الچاه نفت العمیق الدربست از خادم. میگه 5 تا چای نفت عمیق دربست از خودم دارم. میگه یکم شکسته پرم تنها فارسی صحبت کنه دقت کنیم فهمی. نه چاه نفت دارید پس؟ نعم این تازه این که چیزی نیست. 5 ساعت دیگر هم از یک چای نفت دیگر داریم. اتفاقا همین دیروز نفتمون بود. چه جالب. فقط من میتونم یه درخواست ازتون داشته باشم؟ کل پول منو یه جا و کامل نقد بهم بدید. نعم بروی اینم مسئله نیست. جان بروی اینم اینه. چیش می‌خواستی بگی؟ این برار این به عربی مرا چشمیره آنیش نمید. خاک سرت کنن و عینه. برای عینم عینه چشم. ما کویتیا چون چه نداریم سختمه بگم چشم. ها شما چه ندارید؟ لا ما چه گ ژ پ رو کلا نداریم نمیتونیم بگیم. خب الان گفتین دیگه گج. لا کودن اینا برای مثال بود. در طول جمله بخوام بگم گیرپاش میکنم. بابا همین کلمه گیرپاش که گفتین هم گ داره داداش هم ببین پ. کو تو خیالت راحت بشه. پول شیخ کاملا نه. نه مطمئن باشید انا فلوس کثیر دارم. ما سر چای نفت که توپلج میخوریم همینجور فلوس پاش میخورم. انا همینجور. فلوکس منظورتونه؟ لا فلوکس. فلوس که نداره فلوس. شما که هم نداری؟
لا کی گفتم ما که نداریم؟ که داریم، خوبم داریم، هم که کوچیک آخر و هم که بزرگ چسبان. چاپا گفتی ولی خوب جمعش کردی. حبیبی الان محلول دست انت است؟ انتر؟ لا انتر ره نداره انتر. شما رم نداری؟ یک با این گوشه کار که تو داری یک با این گوشه های کاری که تو داری ما 10 دقیقه دیگه کلا حروف الفبا نداره. داداش میشه از حروف الفبا بکشی ببری الان معلول دستته. آره آوردمش. بیار ببینیم نگاه. الان میارم. این معلومه که درست کردم اول چند تا موشو امتحان کردم جواب گرفتم. بعد تو امتحان کردم خیلی خوب جواب گرفتم. احسن نحوه کارم. احسن حبیبی تو بگی شیخ چکونه شما بفرمایی آبی بطور خیلی نکنه. ممنونم. احسن او که دمان سام گفتیم چی؟ طیب طیب الله احسن و بارک الله. خب حبیبی چه زمان طول کشید که این ساخته شد؟ من 50 ابتدایی که شروع کردم این کارو به شیمی علاقه‌مند شدم. به شیمی که علاقه‌مند شدم درم میگیرم. سلام حالم بده. نه مال استراحت کن. استراحت آقا این حسابا با همی آقا بی زحمت بیدار رفت حساب کنه باش. آقا بایزا مشروبات چندی چسبای گیریم درد منه برو نه چسب گیریم نیسته چسب 1 2 3 بزایم چیشی بعد نگاه می‌کنی خب نداشته ببین الکل نداره؟ بیبی مو بیچه باید الکل بیشتر بشه خب بابا شاید بیشتر بشه. بیبی الکل نداری یکم داشت خودم خوردمش. برو بی کر من میشتم چیش میگم این تا کی میخوای اینجا بسته؟ بو تو چه برا رئیس میام میگه باز فامیلاتو به چه آورده ای؟ مو خودم جواب چی تو بعدش می یکی 2 روز دیگه مرا به رئیس زنگ بزن ببین کجاست برم قطی رو بهش بده. زنگش بزنم گفته تهران و یکی 2 روز دیگه میام قطی کجاست؟ چند سوال می‌ندیری تاقچه است برم مارپلا. باریره برو تو بیزی نمونم تو قلمت تو قلمتون بیا برم ببینه. گوشیته جواب بده گوشیته. جان بیبی سلام پسرم. یه قوطی رو تاقچه بود شربت داشت. اونا رو ریختم شانتور دارو شیمی درمانی و ریختم زمینه. ولی یادم رفت با خودم بیارم. نگاهی سمت خب بیبی میارم کدو قطیر میگی بیبی؟ اما قوطی که رو تاقچه تان بود دیگه نه. باخ که بدبخ رفته چشه؟ او قوطی که دیری اوپن بیبیم داروهای شیمی درمانیش برختدیمینش که بام دایم به رئیس خب برای قوطی استگاه چیش اسم بیبی یه را حالید نمرم میگم داروهای شیمی درمانی رو اشتباه به جای معلول بدیم به رئیس ای خدا مرگت نته قسمتت نره بیبی تو عین خودت فقط میداره عقل نداره. الا آقای رئیس نگاه او قوطیه رو مصرف نکنه اونا داروهای شیمی درمانی بیبی مشتو باز. الو آقا رئیس جواب نامده میوش نرزه دارن منو میبرن جلوشو بگیر منو نبرن ننه دارن منو میبرن جلوشو بگیر منو نبرن آی ننه من مسافرم گریه نکن پشت سرم بلال بلال بلالی بلالو بلال بلال بلالی بلالو مادر مدافظ بکنه یادالو مادر مرفتم از پیش شما مادر مرفتم از پیش شما مادر خدافظ بکنه یادالو وای بلال